میخوام شما رو امروز با نسل جدید آرایش پاک کننده آشنا کنم. بالم پاک کننده آرایش دکتر آلتیا. این بالم بر پایه روغنای گیاهیه و بافتش حالت 3 مرحله‌ای داره. یعنی از حالت بالم به روغن و از روغن به آب در آخر تبدیل میشه که پاکسازی پوست رو خیلی راحت تر میکنه، آرایش رو حل میکنه و سبومو و اینکه اصلا حساسیت نمیده. دونه های نرم خیلی ریز داره که لایه برداری خیلی خوبی انجام میده بدون آسیب زدن به پوست. این حالت این مدلی داره. بالمش 2 تا شیار داره اینجا که وقتی بپیچونین این بالمو تراش میده و به صورت لایه های خیلی نازک میاد روی اینجا و با پد آغشته به آب میتونید پاک کنید یا صورتتون اصلا با آب بشورید. این بالمو من به کسایی که پوست نرمال یا خشک دارن یا پوستشون حساس به آرایش پاک کننده، با آرایش پاک کننده خشک میشه، پیشنهاد میدم. دکتر آلتیا با کرمای 345 و 147 خودشو معرفی کرده تو از این 2 تا کرمش خیلی مشتری ها راضین و دور چشمش.